سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشین. امروز اومدیم این مرینیت مخصوص فیله استریپس رو باز بکنیم، با هم بافتش رو ببینیم چیه. یه بسته 500 گرمیه. نسبت ترکیبش با مرغ سوخاری اینجا روی لیبل محصول خورده 45 گرم ادویه برای 1 کیلو مرغ به علاوه 180 میل آب یا روغنی که برای سرخ کردنشون استفاده میکنیم. حالا اینو بریم باز بکنیم ببینیم توش چه خبره. عطر جذابی داره، کاش بودید اینجا حس میکردین. بوی سیر رو میشه ازش گرفت، بوی فلفل سیاه، بوی آویشن، یه مخلوطی از تمام عطرها و طعمایی که برای یه فیله استریپس خوشمزه لازمه این تو هست.